بریم یه گشت کوچیک بزنیم تو شهر لوتسرن. جورابای گربه‌ایمو پوشیدم و زدیم به جاده. مسیر انقدر زیباست، انقدر طبیعت قشنگه که کیف میکنی وقتی حتی 1 ساعت راه داری تا به اون مقصد برسی. اینجا بود که تابلو شهر رو دیدیم و نزدیک شدیم. اول از همه رفتیم یه نوشیدنی مخصوصی که اونجا میخورن و سفارش دادیم. راستش رو بخوای بیشتر مزه یه قرص جوشان ویتامین C میداد، چیز خاصی نبود. یه چیز جالبی که اینجا دیدم، وقتی یه چیز سفارش میدی، یه لیوانی که بهت میدن و اینا، بهت از این کوپنای آبی یا زرد رنگو میدن و بابتش از تو یه مبلغی کم میکنن. نوشیدنی خوردی یا اون غذا رو وقتی ظرفشو برمیگردونی بهت اون مبلغو برمیگردونن. این کارو کردن واسه مراقبت از محیط زیست. بعدش تو بازارچه کریسمسی یکم راه رفتیم. خیلی جالبه، غرفه‌های کوچیکی داره و توش غذا و نوشیدنی‌های متنوع از کشورهای مختلف رو میفروشن. یه درخت کریسمس بزرگم اونجا بود که آدما روش تمام اون چیزایی که میخواستن و آرزوهاشون رو نوشته بودن. کاغذی نبود دیگه واسه من چیزی بنویسم. اونجا یه دریاچه قشنگه و بعد از اون ما رفتیم یک غذای محلی همونجا رو سفارش دادیم که تلفظش بر من سخته، براتون مینویسم. اکثرا خیلی آدمای خوش برخوردی هستن. وقتی من دارم ویدیو میگیرم این ادا رو در آورد و از طعم غذا نگم بعد، با اینکه فقط با پنیر درست شده بود ولی خیلی خوشمزه بود. یکم دیگه قدم زدیم تو بازارچه کریسمسی و رفتیم به مرکز شهر. بافت قدیمی شهر، پل چوبی روی رودخونه و کلیسا و ساختمونای اطراف خیلی دیدنی بودن. حتی کوچه خیابونهاش. نمیدونم چرا اینجا منو یاد استانبول میندازه. یه چیز جالب دیگه که بهتون بگم، اینجا غذا دادن به حیوونا ممنوعه، چون معتقدن سیکل طبیعی زندگیشون رو نباید دستکاری کرد. کنار رودخونه یه کلیسای خیلی زیبایی بود، از بیرونش نمای سفید جذابی داشت. در رو که باز کردیم رفتیم داخل، یک سکوت کاملی حکم‌فرما بود. همون حالت سکوت و نقاشی‌های روی در و دیوار، فضاهایی که درست کرده بودن، یه حال ملکوتی به اون فضا میداد که حالا هر کس با هر اعتقادی که هست وقتی وارد فضا میشد مجذوب اون زیبایی و نقاشی‌ها و فضای داخلی و معماری قشنگ این کلیسا میشد. ما هم یه گشت کوچیکی توی کلیسا زدیم و بعد از 2-3 ساعت گشتن توی اون شهر کوچیک قشنگ تاریخی زدیم به جاده که برگردیم خونه. بعد از زوریخ این اولین شهر توی سوئیس بود که من دیدم. خیلی خوشم اومد و تجربه جالبی شد.